معلم، دوستم، آموزگارم، شما را دایما در یاد دارم. به یاد آرم همه پندی شما را، نصیحت های دلبندی شما را. السلام علیکم بیننده های عزیزی ما، سلام میرسانیم به هر یکی شما. من امروز ما آمدیم در طربخانه دهه آهلیک، در طربخانه طاهر بابا، فرزند این خاندان، فرزند همین دهه و محله ما که جان خود را، تمام حیات خود را برای نسل نورس، برای تربیت کردن جوانان، برای تعلیم و تربیت و معرفت و مدنیت بخشیدن بهر خوانندگان، بهر تمام جامعه بخشیدن که حاضر در نفقه هستند. مادر 4 فرزند نازنین که هم پدر هم مادر شده فرزندان را به وای رساندند و زحمت ها و پستی و بلندی های زندگی نگاه نکرده آنها را با یک آرزو و هوس های زیاد صاحب عائله و صاحب خانه و درک کردند. امروز ما معلمه عزیز را تبریک گویی آمدیم، غیاس و محبت خاله را، و البته در این خاندان طفلک نازنین که سال گذشته با آمدنش این خاندان و این سلاله را البته خرسند کرده بود که امروز و 1 ساله شده است. صبحینه بانو را ما امروز تبریک میگوییم. با ما باشد، با شبکه شهنان امروز از صمیم قلب، از ته دل آن نیت های نکوی خود را بهر این خانواده میرسانیم. رفتیم. سلام ای که دلم را با نور پیوستی، سلام ای که زندگی از تجلد زیباست، سلام ای که سکوتت سکوتی کوکب هاست، سلام ای که نوایت نوایی باران هاست. السلام علیکم پدران، مادران مهربان، مهمانان این خانواده، استادان عزیز، معلمه ها، دوستان، نزدیکان. و امروز ما در این طربخانه طاهر بابا سرجم آمدیم با مناسبت که فرزند همین دهه عزیز ما، یکی از آن استادان، یکی از آموزگاران که نامشان را در زرورقان تاریخ مهر ساختند، امروز استادی عزیز، معلمه مهربان، مادری 4 فرزند نازنین امروز زادروز دارند. اگر ترسکی بخو از زنیم، اگر غیاس و معلمه عزیز را تکلیف میکنیم. مرحبا. مرحبا. صبحینه بانوی هم یعنی آنها جان شما نزدیکتر ایسان کنی بنفشه. مرحبا. بهتون شمانم امروز بایرام، امروز روزی خورسندی. مهمانان عزیز، امروز من خوشحال و خرسند هستم که یکی از آن انسان‌هایی که تمام حیات و هستی خود را برای فرهنگ و معرفت، برای تربیت کردن نسل نورس طول چندین سالها خدمت کردند، خدمت بی‌منت کردند برای مردم آهلیک عزیزمان. یکی از استادان، یکی از آموزگاران بهترین همین دهه آهلیک عزیزمان امروز معلمه غیاس و جشن زادروز دارند. ما شما تبریک کنیم آمدیم از نام تمام خلق آهلیک عزیزمان، از نام فرزندان عزیز، از نام پرویزکه، از نام دلارایتی بزرگ شوکه، از نام کلیم پاشاها، ویسال دایتی بنفش بانو، از نام تمام نبیره ها، تمام نزدیکان میخواهیم شما تبریک بگیم. معلمای عزیز، برای فرهنگ و مدنیت، برای علم و تربیت و تعلیم دادن تمام خوانندگان، تمام جوانان چندین سالها حیات خود را فدا کردند. من برای فرزندان و جای هم پدر هم مادر شده خودشان تاکید کردند که هر یکی ما را با آرزو و هوس ها، با تمام هستی ها ما را صاحب عائله و صاحب توی و تنتنه کردند. دوست می‌داریم مادر را، هستیشان برای ما وقت است. تبریک گویید که همین خیلی در سر ما فقط سایبان شده، سرشاری مهر و محبت شده گردن، برای ما وقت و تخت و سعادت است. هر بار در آن مکتب که یک کنجی
عکس های استادان است. استادان رو میبینیم، میفخریم که در آینده ما هم خدا خواهد جای آنها را در نزد آنها عکس های ما هم میایستد. یکی از آنها شمایید. بگذار از ایزی پای شما را زیر کرده این خیلی نامی نکو ماندن به هر یک آموزگار نصیب گرداند. امروز مولود خجستتان را صمیمانه تبریک میگوییم. عمری دراز نصیبتان گرداند. همراهی فرزندان فقط سایبان شد و آگوی باشه بس است. فرزندان در خدمت شما خدمتگاری شما گردند. امروز از نام تمام فرزندان برای شما میخواهیم مصرع‌های چنین را رسانیم. مادران را پاس دارید، بهزی مادر شانه نیست. بهر حل مشکل مانند او فرزانه نیست. از شراری زندگانی گر بسوزد جان و تن، همچو مادر گردی ما غمخواره و پروانه نیست. جای او را خاص دانید چون مقامش عالی است. غیر او در هر رفیق نانی و گاه مالی است. جمع آرید هم اگر در یک مکان خلق جهان، به وجودش آن مقام و قعر دلها خالی است. مادری خود دوست دارید، به بودش بودید کجا، به از او اندر وفا انسانی و موجود کجا. امروز معلمه عزیز شما را صمیمانه تبریک میگویم. بگذار انمه دخترک نازنین صبحینه بانو که امروز 1 ساله شده است. سال آینده در 18 می در آمدن در این خاندان در این سلاله با یک آمدنش این طفلک نازنین خرسندی و خوشبختی های دوچند زیاده را آورد. بگذار 120 ساله شود. مانند خود یعنی همه آن جانش یکی از آموزگارهای نیکنامی دهه عزیزمان گردد و در توی نکاحیش آن جانش دعاگوی باشد. الان خیلی روزهای خرسندی و آمدن تبریک گوییم. بگذار همیشه باشد و باشند. حاضر از نام پدرجانش تبریک میگوییم. از نام مصراب شاهکه که در مسافرت هستند، از نام تمام نزدیکان تبریک میگوییم. بخواهم آسمان ماند برایت، زمانی گلفشان ماند برایت. بخواهم از همه پیر و جوانها فقط رنگین کمان ماند برایت. بگذار صبحینه بانو مانندی آن جانشان، مانندی نیاگانشان، مانندی اولاد کلان غیاث‌ها یک نامبرداری علی همین دهه عزیزمان گردد. زاد روزی هر دوی شمایان مبارک باشد. امروز مولود مبارک. امروز برای شما میبینیم تحفه های ارزنده و زیبنده را تیار کردن. پیش از همه برای شما در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است. اگر یک تا قرصکی باق و زنیم اگر کتاب را میسپاره مرحبا. البته در اینجا در دست فرزندان گفتند که مادر ما خودشان زر زیور ما هستند، برایشان گوشوارهای طلا تیار کردند. به هر یک زر زیور مادران می ارزند. مبارک باشد. زاد روز مبارک. مرحبا. مبارک باشد. زادروز را مبارک باد میگوییم. مولود خجسته مبارک باشد. مبارک باشد برای تمام سلاله غیاث ها، برای استادان که هر یکی آنها معرفت چی همین دهه عزیزمان هستند. حاضر معلمه عزیز
محبتخانه برای نبره شیرینتان از نام آنکلانشان از نام آنجانشان یک تا سخنهای نغز و نیکشان میشنویم. بعد از آن باشد تحفه های ارزنده و زیبنده دارند میخواهند سپارند. مرحبا. السلام علیکم میهمانان گرامی، اجازت فرمایید من از نام اهل عائله سید فایق صدیق فایق خیم‌ها همه‌تان را خوش آمدید به این درگاه. خوش آمدید، هر قدمی مانده آمدید، نوری چشم بالا دیده کنید. من در این روز خرسندی اولم بار همین محبت‌های را با روز خرسندیشان، با روزی که این روزها را هر کس هم همین خیلی نمی‌بیند، سزاوار این خیلی روزها نمی‌شوند. با 60 سالگیشان از تحت دیر تبریک گفته از نام همه و این کس عمری دراز، روزی فراز و همه وقت روزهای خوب رو در دنیا چی روزهای خوب است همش از آن همین کس شدم رو میخواستم همه وقت در صف فرزندان سربلند باشند، صحت سلامت باشند، خوش و خرسند باشند. برای محبت‌های امروزه با یک پدرکه توفای دیگر همین نبیرچه زیبایی از 1 ساله شدن. ما هم از نام عائله، از نام دده، باباش، خانه‌اش، همه اهل عائله یک توفه اینا ارزنده داشته. میخواستم حاضر همین رو تبریک گفته تیم. مبارک باشد. مرحبا. گشواره طلا را برای دخترک نازنین فرشته خاندان میسپارند. مبارک باشد. سلام شود، پیر و بدولت شود. مبارک باشد. از نام بابا جان ها، از نام آنا جان ها، آنا کلان و بابا کلان. مبارک باشد. مهمانان عزیز، در این روز خرسندی چقدر سخنگویم کم است. حاضر از نام خواهرک خردیشان خالجان عزیز ما اعتبار خاله یک تبریک میکنند. بعد باز تحفه های ارزنده دارند. مرحمت، یک سخنهای نغزش نمیکنیم. مرحمت. السلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی، اجازه که من از این خرسندی روز جشن فیروز، روز تولد صبحینه بانو و تولد خواهرم، از نام اهل عائله‌ام و از نام خواهرایم، از نام برادرم، از نام همه اهل عائله خواهرم و صبحینه بانو را تبریک و مبارکباد نموده. به اینها اولا با خرسندی ها، خوشروزی های زندگی را تمنا دارم. صحت و سلامت باشه، همه وقت از سر اما همان ساق و سلامت باشه. صبحینه جان تیم 100 ساله شد، روزهای قدیم و دکتر رحمت مان. از نام خواهران یک توفه ناارزنده بود، یک خواهران مرحمت. خرسک دی اردن بوده میسیمه توفه ها را میسپارند. مبارک باشد. از گشترین طلا دادروز مبارک. نادر جانمک شما هم تبریک میکنید. مرحمت نادر جانمک، بید شما لکتا خواهر نازنین تبریک کنید. مرحمت.
زادروزرو باری دیگر مبارکباد میگوییم. حاضر معلمه عزیز از نام نبیره‌ها که در اینجا یک پورترت کلان تیار کرده‌اند. یک تا اول رامیز جان همراهی دادرشان را تبریک میکنند. پیشی آن جانشان به ایستادند. بعد پورترت میسپاریم یک جای. مرحبا. بیا کنی رامیز. Assalomu alaykum hammalarga. Mana imroz modarkalonam 60 sola shudam. Tabrik mekun salbadrili. Assalomu alaykum modarkalonam. Mana imroz modarkaloni manam 60 solagi rizashon. Ilohi megem ki ami onamno 60 sol bad daronam bo 60 soli digar umr binam to'y tomosha ba ilohi mamja bosham saru mo'ba bosh bosha ilohi manam رحمت مبارک باشد. البته این توفه ها برای شما زادروزتان مبارک. معلم عزیز قیاسوات خیلی که از آمدن تاکید کردیم که استاد معلم شان و شرفشان زیاد و بلند است. حاضر در اینجا یک گروه مهمان ها آمدند شما تبریک کنید. گفتند که امروز از نام ما تبریک گویید و البته یادآوری کنید که شادروان استاد عزیزی ما خود همه استاد ما و یکم معلمه شان ما آخران ختم کننده های آن معلمه هستیم. خدا رحمت کند معلمه عزیز حلیمه و سلام خاله را. معلمه مهربان جاشان گورشان پرنور باشد. گفته باید که یادآوری کنید. البته ما امروز شادیم که معلمه عزیز ما در سر ما هستند. ما فخر میکنیم که شاگرد این خیل استاد و این خیل آموزگار هستیم. در اینجا تمام ختم کننده ها تمام شاگردان شما تیار هستند. میخواهم آنها شما تبریک گویند. اگر قرصه که بخواه زنیم اگر مرحمت مرحمت. انا شأن معلم چقدر بلند است و چقدر برای فرزندان برای ختم کننده ها برای طلبه ها جای معلم بلند است. اینها فرزندان شما میخواهند شما تبریک گویند در روز خرسندی. مرحمت. زندرایتی آغاز کرده می‌دهند از نام تمام نزدیکان. مرحبا. مادرم جان و دلم به تو جهان را چا کنم. همه مهرم با توی و من دیگران را چا کنم. السلام علیکم مهمانان عزیز، پدر و مادران مهربان. من از این فرصتی پرقیمت استفاده برده معلم عزیزم را با این روزی 60 سالگیشان تبریک و تهنیت ها گفته و معلمه عزیزمان عمری دراز رزقی فراز آرزومنده. میخواهم دائما خرسند و خوشبخت شده در بین ماها گردند. امروز زادروزی نبیره عزیزشان است. تبریک میکنیم نبیرهشان مانند خودشان معلمه شود، معلمه نامدار شود، 100 ساله شود. اگر حیات باغ باشد باغبانش معلم. اگر حیات دریا باشد آبش معلم. اگر حیات کاروان باشد ساربانش معلم. اگر حیات کتاب باشد معنایش معلم. تشکر زیاد به همه شما. خرسندی ارزنده است. یک تا شیرینی را بریدن همراهی معلمه عزیز همراهی صبحی نبانو. مرحمت. یک تا تورت پیش شما نزدیکتر بیارید. یک جای نیت کرده آن شیرینی را میبرم از آن تناول میکنیم. بگذار هر روزتان مانند امروز پر از فیروزی پر از خرسندی ها باشد. مرحمت. یعنی فرزندان نزدیکتر ایستید کنید پرویزه که مرحمت. همه ما نزدیکتر ایستاده. مرحمت.
فردوس شما هم یک جشن شیرینی آورده را همجایم میبریم بگذار با علیمه عزیز باز الان 100 ساله ها در سر شما باشن. مرحبا مرحبا عبدالحکیم که نادره که مرحبا شما اینم نزدیکتر بید کنیم. مرحبا هم آما یک جویه مرحبا. با هر یکی شمایان. البته حاضر استادی عزیز گفتن که من خودم یکتا عرض سپاس میخواهم رسانم برای مهمانان. مرحبا. دلم خوش خوش آمده مهمانان تو با درباری ما زوری در تاج سلام چیزایی که این خانم‌ها دلش نزدیک بودگی و حرمت عزت کرده اومدگیان تشکر شما یوشایی که در اینجا هستن شما هم 60 ساله شوید 80 سال شوید ایزی ما من در اینجا فرزندانی من طلبه های من یکتون طلبه ها وقتایی که روزهای سیاه دستان اومدگی بود من همه زیقیامو برای همین ها کتب رو وردگی بودم اگر این باید چونه میشون ممکن پسر میشون چند سال که در همین نطورگاه سیاه چیزای سیاه دفترم همینه هم از جمع کنم دیگر کنم غمون یکی دختر میشون نشان که همین ها مرز جونی من هستیم پایی هم دور هم باشن که من عدلم نیبرم هیچ زی عدلم رو ورزن نمیتونم گردی سرم چر میزنم اگر همین طلبه های من نمیشون بسن من ممکن بلیزه او بخواه میرفت رحمت کار رحمت استادی عزیز بودنتان وقت است برای هر یک همون خواننده هایی که شما تحصیل دادید برای تمام همین مردمی عزیزمان امروز زاد روزتان مبارک. دختران تبریک میکنیم کنی بهتون کنی نزدیکتر شدن رقصش که میام سرود مانیم یک جمع میرقصیم خورسندی میکنیم تمام امروز همسینفان تمام مادران عزیز میزبانان تمام نزدیکان استادان عزیز را به صحنه تکلیف میکنیم با علیم عزیز غیاث از صحنه دور نرفته میستید شما بعد از امروز فقط خورسندی که زندگی میکنیم و امروز بزمتان مبارک باشد مرحمت سرودهای شوق برای شمایان میرقصیم خورسندی میکنیم زاد روز مبارک باشد. عزیزان به همه شمایان تشکرهای بسیار میگویم. من اینجا طلبه های خواهر عزیزم رحمت شما بر همه خیلی حرمت که در همین روزشون عیادتون نبرآورده الهیم شما هم 100 ساله شده. معلم همین خیلی شخص است که در عائله اگر فرزندش را دوست دارد مکتب برود اگر فرزندان خلق را دوست می دارد. دویم خانه معلم این مکتب می شود شب و روز با همون مکتب بند می شود معلم. از این رو من خواهر من هم من گفتم که همون روزهایی که از سرم گذشت من با همین ها آن روزها را نیک کردم. این روزهای بد نبود برای شما روزهای نیک بود خواهر عزیزم چون که همین فرزندان خلق به شما یک دل بردار شدم به شما یک اون چاپ پری شدن که همون روزهای شما رو عیادتان برآوردم. آن روزهای سیاهی که از سرتان گذشت آن را پس سر نماید خواهر عزیزم. از همین روز عبارت من همین گپ‌ها را به یاد آوردن نخواستم. اینجا من
نخواستم اون روزها رو به یاد بیارم، لیکن حاضر من گرچنده که خواهرم به یاد آوردم، من میگویم که آن روزها پسی سر شد. از همین روز سر کرده من از پسی فرزندانتون همین ها همش فرزند شما می باشند. از پسی همین ها روزهای نیک رو بینید. الهی 100 ساله شوید و 120 سالگی تو به همین شاگردانتان باز آماده شما را در همین جا در همین جای پای پدر بزرگوارتان خیلی تبریک نمایم. دوستان عزیز، در اینجا باز یک روزی خرسندی بوده است. حاضر من به است گفتم که امروز روزی زادروزی حسین جان بوده است. همین یک خرسکی بلند تفریبی های بلند برای همین حسین میزنیم، چون که حسین این شاگرد ما هم، یعنی من این حسین جان یک همین چیز رو تشکیل نمودن که همه شخصان را، همه آدم ها را دلهاشون خرسند کرده گشتیم. من امروز هم من خواهرم خرسند کردم، مایان را خرسند کردم. الهی من حسینم معلم جوان است. الهی همین خیلی به مثل غیاس و به مثل من، به مثل زاید، به مثل شمامد پنسیونر شویدیم. الهی همین خیلی استاجری کلوم با سزاوار شوی، معلمی اولین شوی، معلمی بهترین شوی، 100 ساله شوی، با عائلت همیشه خوش پیر شوی، تیج باشی، بسری مادر و پدرت ساق و سلامت باشی. 100 ساله شو حسین جان. تشکر بر این روزه خدمت‌های کردگی است. رحمت. مکتب چیزا کده تونی پیسا میبروی چیزا کده نتونی اگر بیزی نگو بزنی رحمت سلامت باشن. حاضر گفتند که در همین عین پیدها میخواهند همسایه ها باز یک تبریک کنند، بعد رقصیم هم ما یک جای گفتند. از نام همسایه ها بخمل خاله را تکلیف میکنیم. مرحمت بخمل خاله، شما را از نام همسایه ها نیت های نغز و نیکتان رو میشنویم. مرحمت. البته یک جای بعد میرقصیم. اولش السلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی. برای سخن دادگیاتون رحمتی کلام. معبد هرچی تعریف کنیم کمه، لیکن وقتی ماهان همسایه بودیم معبد کتی جدا اتفاق مهربان بودیم. همین یک روزی شد که معبد هم بیوه منم بیوه موندم، همش گذشته رفت، لیکن با حاضر خدا و شکر اشودارایم دیامون نگذستیم. اتفایل چی؟ اتفایل فرزندامون، اتفایل آوروامون، خدا و به حساب شکر. معبد الهی این 100 ساله شوه، حضوری برای چکش بینم، حضوری خوجینش ندیدگی باشه، الهی حضوری فرزندکاشون بینم. بازی معلم تعریف کردم که همین محبت گفته. اکن برای معلم یک شعر میگو. محبت جسم جانی نوجوانی، محبت آفتاب زندگانی، محبت آفتاب نیست که هر شام رفته سحر آید، محبت بهار نیست که هر فصل بهار تکرار آید. حقیقتاً رحمتی کلام این خرسکا با دیلون بحث از زیافت میتیم تو نزدن گیره خرسکا وای چیه گفتنی از تو این دنیا گیزارو های برای همه محبت جان کتی من از سر اتفاق انومی گیزار انومی همه من گفتم من آمدم از نام گیزار با یک باری دیگه محبت تبریک میکنم. تبریک و تنیاد ها گفته با محبت عمری دراز با میوانش رزق فراز. الهیم رهدور بچه یکشون
لیش دیگه جا همه جا بچه که این چخل آهالیک همین خیل کدر برامدگی که اینا چی خیل تعریف کنم من نمیتونم گفتم برای اول رحمتی کلام حسین جان گیجا باشه صاف باشه سلامت باشه سری بس آهالیکی ها با بس دنیا با رحمتی کلام حسین جان لیش نخودم شما حرمت میکنم کمیته تا منتقل شد ضعیف شد و علیکی بلاگی اینم یک بار تبریک میکنم عبد جان این روزی درجه شما مای حسین جان رحمتی کلام رحمت شما با سلامت باشند. اکنون از سندور نرفته سرودهای شوق تیار همه مهمان ها رو برعکس تکلیف میکنیم هم جایی میرقصیم خورسنده میکنیم زاد رزتان مبارک مرحبا So
کی دلدار رسیده بیایه بیایه که گلزار دمیده است بیایه بیایه کی دلدار رسیده ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها
باور میکنی یا نه؟ تو این شب آمدی خوابم سرم رو سیله کردی تو این شب آمدی خوابم سرم رو سیله کردی زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه؟ زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه؟ ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ ای مادری زارم تو باور میکنی یا نه؟ تو باور میکنی یا نه؟ امیدم حیاتم توی ای مادری جان مادرم قلبم صدایم نوایم توی ای مادری جان مادرم شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی شیرین زبانی درمانی جانی تنها برایم تو مهربانی مادرم جان مادرم شیرین زبانم مادرم مادرم جان مادرم ای مهربانم مادرم پریشان افتان و خیزان از رنج دنیا از بحر مایان بر جسم و جانم پروا نکردی از جبر دنیا دوا نکردی